دقت خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی شهر دوشنبه رسانیده می‌شود. مؤسسه دولتی مرکز رشد استعدادهای نوین شاه منصور در دوره تعطیل تابستانه فعالیت خود را وسعت بخشیده جلب بیشتر خوانندگان را برای تکمیل دادن دانش، ملکه و مهارت از روی فن‌های تعلیمی شروع نموده است. در جریان تحصیل در مرکز خوانندگان ذوقمند امکان پیدا می‌کنند که در سمت آموزش عمیق فن‌های تعلیمی، رشد قابلیت ذهنی و ایجادی، کارهای خرد علمی، تحقیقاتی و اختراع‌کاری و فناوری، انکشاف مهارت کاربرد دانش‌های نظریوی و تطبیق آن در عمل، دوام دادن تحصیل در زمینه‌های میانبرده تحصیلات و اشتراک در المپیادهای فنی سطح ناحیوی، شهری و جمهوری و بین‌المللی زیر راهنمایی آموزگاران با تجربه و تعلیم فرا گرفته می‌شوند. برای کار با خوانندگان لیاقتمند در مرکز رشد استعدادهای نوین شاه منصور تمام شرایط‌های معاصر تعلیم مهیا میباشد. سراغه ما شهر دوشنبه، کوچه احمد دانش 2. تلفن‌ها برای معلومات علاوه 226 11 97 226 11 95. کودکان بالای قد ذخیره عقلانی کشورند.